فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. برادر عزیزمون از زاهدان سوالشون این بود که تعویض گرفتن از پیش ملا. بعضیا میرن پیش، البته خیلی از این انسان‌ها شیادانی هستن که به نام دین تجارت میکنن. آیا جایز هست؟ من یک جواب در واقع قابل فهم و قابل اجرای به این دوستانمون میدم. برادران گرامی، شما نگاه بکنید از هر کسی که تعویض رو گرفتید، یک بار همین تعویضاتی که شما در خانه دارید اینها رو باز بکنید و نگاه بکنید، ببینید در این تعویض چه نوشته. اگر آیه قرآن بود شما میتونستید بخونید، یعنی حتی این آیه قرآن باشه که نتونن بخونند، آیه قرآن باشه که بتوانید بخونید، خب اینو برخی از علما گفتند که جایز، اشکالی نداره. اگر آیه قرآن باشه که به اصطلاح بتونید بخونید، اما اگر خط باشه، اعداد به اصطلاح ریاضی باشه، اشکال هندسی باشه، یا استمداد از غیر الله باشه، حرف دیگری باشه، زبان غیر عربی باشه، یا حتی زبان عربی باشه که یک حرف عامیانه‌ای هست، از قرآن نیست، از حدیث رسول الله نیست، مطمئن باشید که این کار یک کار گناهی هست و خلاف شرع است. گذشته از این، حتی تعویضی که نام خدا باشه، تعویضی که آیه قرآن باشه، شما خب این تعویض رو در گردنتون هست، در دستشویی میروید، در حالتی که بیوضو هستید، در حالتی که جنابت هستید، این تعویض بر روی دست شما، بر روی بدن شما هست، این یک نوع اهانت به آیات قرآن هست که در واقع جایز نیست. اما برخی از علما با این شرایط گفتند که جایزه. اولا این که این آیات قرآن باشه، دوما که به اصطلاح مفهوم باشه، خواندنش به اصطلاح که برای شما قابل قرائت و قابل خواندن باشه، سوم این که این تعویض منجر به اهانت قرآن نباشه. وقتی که شما میخوابید زیر دستتون قرار بگیرید، زیر بدنتون قرار بگیرید، در جای نامناسبی این رو ببرید. با این شرایط برخی از علما به صورت مختصر اینو اجازه دادن، اما قول اکثر علما این است که حتی این مورد هم جایز نیست، زیرا که ما موردی رو نداریم که اصحابی اومده باشن پیش رسول الله صلی الله علیه و آله از ایشون تعویض گرفته باشن. اگر واقعا تعویض دادن مشروع بود و از نظر شرعی جایز بود، قطعا رسول الله صلی الله علیه و آله این کار رو انجام میداد. شما چند مرتبه شنیدید که ابوبکر و عمر و عثمان رفتن پیش رسول الله تعویض گرفته باشن، یا مردم رفته باشن پیش ابوبکر و عمر و عثمان و علی که تعویض گرفته باشن ما روی بچه خودمون بندیم؟ حتی یک مورد در تاریخ چنین چیزی رو ما در واقع نداریم. پس بنابراین سعی بشود که اولا به هر صورت از تعویض به صورت کلی به صورت دست بردارن، و دوما حداقلش این است تعویضاتی که اشکال هندسی داره و آیات غیر قرآن هست، اینا که دیگه به هیچ عنوان و هیچ فردی هم حکم به جواز این موارد نداره.